او که از آینده آمده بود. سال 2142 زمانی است که انسان‌ها مرزها را پشت سر گذاشته‌اند، اما هنوز در بند دیوارهای آن که دیده نمی‌شوند، ترس، تحقیر، سکوت و فراموشی. در میان صدها شهر نورانی و سر به فلک کشیده شهری بود به نام نومد، پایتخت ذهن‌های آزاد، جایی که آینده نه از جنس فلز بلکه از ایمان ساخته می‌شد. در قلب این شهر دختری زندگی می‌کرد به نام نورا. او نه ژن خاصی داشت، نه قدرت ماورایی. اما چیزی درونش میسوخت، آتش، رویایی که از نسل‌های قبل خاموش مانده بود، صدای زنان خاموش. نورا یک روانشناس عصبی بود. او با تکنولوژیایی به نام اتصال هم حسی زمانی میتوانست به ذهن انسانها در گذشته سفر کند. اما فقط به یک نفر. فقط یک فرصت. و او انتخاب کرد زن گمنامی از سال 2025. در سرزمینی غبارآلود، جایی به نام کابل. آن زن نه جنگجو بود، نه سیاستمدار، بلکه زنی بینام که آرزو داشت دختر بچه‌اش روزی مدرسه‌ای برود که دیوارهایش آینه باشد، نه زنجیر. شب اتصال رسید. نورا در کپسول ذهنی نشست، چشمانش را بست و پیامی فرستاد، نه با کلمات بلکه با احساس. تو رو میبینم، نه چون ضعیفی بلکه چون هنوز باور داری. به دنیایی که همه خوابند تو هم بیداری. تو آغاز شعله‌ای هستی که صدها سال بعد به خورشید تبدیل میشود. بلند شد دختر کابل، دست به چشم ما وصله. اگر امروز برخیزی، نسلی از دختران آینده آزاد نفس خواهند کشید. تو باید همان باشی که خودت نداشتی، یک منجی. و صبح روز بعد آن زن تصمیم گرفت، مدرسه‌های کوچک ساخت در خانه اجارهای اش با 3 دانش آموز و یک آرزو. نامش را گذاشت، نسل نورادر تاریخ 2142 در طاق افتخارات شهر نامد نوشته شده. گاهی انقلاب‌ها با مشت نیست بلکه با صدایی درون مغز یک زن آغاز می شود، صدایی که گفت تو تنها نیستی. این داستان استعاره‌ای از قدرت ایمان آینده نگر است. در روانشناسی انگیزشی قدرت تغییر زمانی فعال می شود که انسان خود را در نسخه موفق آینده‌اش ملاقات کند. نورا تجسم همین نسخه بود. تو هم اگر سکوتت را بشکنی، مهم نیست در چه نقطه‌هایی هستی، مهم اینه که نسل آینده در ذهن تو خوابیده. اگه داستان برات الهام برانگیز بود، لایک، کامنت و فالو فراموش نشه. این داستان رو با نوراهای آینده به اشتراک بذار.